این قانون پهن کردن خبر دروغ را در اینترنت منع می کند. یعنی شخصی که در شبکه اینترنت درباره خود معلومات دروغ را مشاهده می کند حق پیدا می کند که از شخص نشر کرده محو کردن آن را طلب کند. اگر شخص در دوام 24 ساعت این کار را نکند، آن شبکه بسته می شود. بر زمین ساحبان سامانه‌ها و کاربران عادی عهده دارند که در شبکه‌ها نامناسب و پشت الکترونی خود را نویسند. یعنی از این به بعد کاربران بی نامناسبی اصلی غیر قانونی شمرده می شوند. فیک این بد است، این دروغ است. موضوعی به اصطلاح قانون درباره فیک ها بیش از 1 سال باز ادامه دارد. در آغاز قانون درباره اطلاع گیج کننده نام داشت. سال گذشته با وجود اعتراض حامیان حقوق، ژورنالیستان وکیلان برای قبول آن رأی دادند. فعالان و کارشناس مطبوعات گفتند این قانون نه بر ضد فیک ها بلکه برای حمایت حکومت از انتقاد مردم در اینترنت قبول شده است. سخن آخرین را از پرزیدنت آن زمان سورونبای ژینبکوف انتظار بودند. فعالان جامعه شهروندی از او تقاضا کرده بودند که این لایحه را رد کند. با نظرداشت اهمیت جمعیتی این مسئله و ضرورت تنظیم پوره حقوقی این ساحه پیشنهاد می شود که لایحه این قانون از جمله سوبیکت های مناسبات حقوقی، مکانیزم اجرای آن، جنبه های تکنیکی، مدیریت این مسئله با جلب نمایندگان جامعه شهروندی، کارشناسان و کارمندان اداره های دولتی بازنگری شود. تقریباً 1 سال این قانون فراموش شده بود. اما در آغاز تابستان وکیلان باز به بررسی آن بازگشتند. واقعا لایحه کمی تکمیل یافته نامش عوض شده بود. 3 ایون وکیلان لایحه را رد کردند و ماه پس دوباره به بررسی آن بازگشتند و تقریبا یکدلانه از آن جانبداری کردند. این کار ضد قاعده کار پارلمان صورت گرفت که تنها پس از نیم سال باید به بررسی لایحه رد شده برمیگشت. در روزنامه مجلس این مسئله نبود. من کامپیوتر خودم را خاموش نکردم. همکارانم به جای من آواز دادند. بر علاوه چند وکیل دیگر از جمله ایسولو ممشووا اظهار داشتند که برای قبول کردن این قانون پرزیدنت صادر جباروف در یک ملاقات با وکیلان در بوستانسرای دولتی پافشاری کرد.